سلام. بارها از خیابان اکباتان عبور کردید و درست چسبیده به عمارت مسعودیه یک ساختمان قدیمی رو میبینید که مربوط میشه به اولین کودکستان رسمی فارسی زبان تهران و حتی ایران. برساپه هوسپیان متولد 1285 از بانوان ارمنی تبار که تحصیلات عالیه خودش رو در ژنو سوئیس در رشته علوم تربیتی به پایان رسوند و با مبلغ 300 تومان وام بانکی و فروش گردنبند ارثیه مادری و پیشکش 50 تومان از طرف حسن خان مشیرالدوله پیرنیا در سال 1309 ابتدا در پل امیر بهادر این کودکستان رو افتتاح کرد که بعد از اون به این محل یعنی خیابان اکباتان منتقل شد. شرط پذیرش این کودکستان سالم بودن و داشتن حداقل 3 سال و پرداخت ماهیانه 3 تومان بود که ابتدا با 4 دانش آموز آغاز به کار کرد و رفته بر تعداد دانش آموزانش افزوده شد و تا سال 1357 به کار خودش ادامه داد. هرچند که تا قبل از این هم کودکستان‌هایی در تهران افتتاح شده بود، اما این اولین کودکستان موفق و رسمی بود که تونست به کار خودش ادامه بده. میدان بهارستان، خیابان اکباتان، کوچه برسابه. بهروز باشید.